درود به عشقای دل. امیدوارم که همتون خوب باشه و پر انرژی اومده باشید سراغ ویدیو خودتون. بچه یه گیم پلی خیلی خفن براتون آوردم و مثل همیشه خیلی کاربردی که هم گیم رو ببینی عشق کنی، هم آخرش آموزش رو ببینی اجرا کنی و توی گیم عشق کنی. خب فهمیدی چی میگم؟ و بچه چند تا نکته هست تو این ویدیو. الان اگه خواستی بزن جلو، برو گیم پلی برو آموزش رو ببین، لذتش رو ببر. ولی این گیم پلی واقعا 40 تا کیل فقط تو بلک مارکت میزنم، انمی ها 100 میترکونم، همه رو میترکونم به هم و عشق کنید دیگه. من نمیدونم چی کار کنید دایی جان، شما عشق کنید حتما به هم بگید، هر چیزی که باش عشق میکنید و به من بگید، من براتون اجرا میکنم. بچه ها خیلی هاتون اولا اینو بگم که این گیم پلی مال سیزن قبله و الان سیزن عوض شده، گرافیک اصلا یه جوری شده شما هم اینطوری انگار خودم میگم رفته گرافیک بالا، رفیقم میگه گرافیک اومده پایین. شما نظرتون چیه؟ حتما به هم بگید، همین الان استاپ کنید به هم بگید. نمیخوام به خود کامنت بگیرم و دیدید خب من اگه بخوام کامنت بگیرم خودم میگم داداش کامنت بذار، من دنبال کامنتم. ولی شما بگید نظرتون چیه؟ این گیم کیفیتش رفته بالا یا اومده پایین، یا من مثلا حس میکنم رفته بالا؟ بچه ها خیلی هاتون درخواست آموزش سنس رو داشتید، من تو هر سیزن سعی میکنم براتون بذارم که بهتر کنید دیگه، سنستون رو قشنگ بچینید، لذتش رو ببرید و بهتون قشنگ آموزش میخوام بدم که توی سیزن جدید، خب چون نزدیک 5-6 ساعت دیروز نشستم بازی کردم که فقط مشکلات گیم رو در بیارم، ببینم آقا سنسا اومده پایین رفته بالا، کیفیت که بره بالا، خب کیفیت و FPS که بره بالا، خب سنست رو باید کم کنی. اینجور که من حس کردم کیفیت رفته بالا، FPS همونی که هست حتی یه ذره اومده پایین تر. خب یعنی باید سنست یا همون که هست بمونه یا نهایت 10 تا 12 تا بیشتر شه. حالا برای اینکه خودت دیگه سنست رو بچینی و ببینی، میگم و ببینی چیه دیگه، خودت سنست رو بچینی تو همه سیزن ها و دیگه اصلا نیازی نباشه از کسی سنس بگیری، خب من بهت آموزشش رو میدم و دیگه دنبال سنس و اینو نگردی. مثلا بری تو این اینستاگرام یارو بگه اگه کد سنس منو میخوای عدد 4 رو برای من کامنت کن برات بیاد، خب با محتوای کاملا درسته، یارو داره سنسشو میذاره، اصلا هم هیچ مشکلی نداره. ولی برای خودتون میگم که سنسی که نسبت به انگشت خودته بچینی. خب سنس منم خوبه، خب سنس منم بچینی خوبه، یعنی سنس یوتیوبرام بچینی عالیه، ولی طول میکشه بهش عادت کنی. ولی اگه من بیام آموزش سنس رو به تو بدم، خیلی کاربردی و خیلی مختصر و کوتاه، با نگاه کن من شاتام همه دیگه نمایشی شده، دیگه خسته شدم از بازی عادی کردن. نگاه چند بار این یارو فقط این بالو میزنن، دیگه اصلا خسته شدم از شاتای عادی زدن. بچه‌ها چی داشتم میگفتم؟ آها که دیگه نیازی نباشه آقا جان شما سنس کد دنبال کد سنس و این چیزا بگردی که هم طول بکشه عادت کنی و هم اذیتت کنه اون اولا. اینو قشنگ نسبت به انگشتای خودت میچینی، لذتشو میبری، مختصر کوتاه که گیجم نشید و بچینی تو لذتش ببری. وقتی همه دنبال هاشیان تو کند سنس تو بذار، سنس برای آموزش. چی میگی بابا؟ چی میگی تو؟ اومدم بچه یه جمله بگم ریدم، ببخشید ریدم قشنگ، اصلا نتونستم حرف بزنم. موونت رو ببین، موونت به این میگن، نگاه کن. اینجا مونده بودم چی کار کنم، گفتم اینو قراره بمیرم، حداقل بذار با موونت بمیرم و مردم آخرش هم نگاه مفر شدم. از 10 جا داشتم میخوردم. اینو میخواستم بگم. الانی که همه دنبال حاشیه‌ان و کره‌گیری از حاشیه و این داستانان، دایی جان براتون میاد سنس میذاره، لذتشو ببرید، عشق کنید. و من خودم همیشه اینطوریم، همیشه دوست دارم خاص باشم، متنوع باشم. الان
منم البته من که اصلا کاره این نیستم که بخوام بیام مثلا حاشیه سازی کنم و این داستانا، ولی خب همه الان دارن این کارا رو میکنن که واقعا میگم کامیونیتی کال آف دیوتی گوه چرته به درد نخوره سر همینه. چرا موقعی که امین اینفرنو و امید سیکس بودن هیچ اتفاقی توی این کامیونیتی نمیافتاد؟ هر کی داشت راه خودش رو میرفت، یکی تورنمنت میذاشته، یکی آموزش سنس میذاشته، یکی قشنگ بازیشون رو میکردن. 4 سال فعالیت کردن، فقط اولاش بود که یه ذره حاشیه داشتن، اونم امین اینفرنو یه ذره حاشیه داشت که اون اولش بود، اونم سر چیز چرت و پرت نبود، سر نمیدونم آموزش بتل پس. نه البته بذار من نگم. آره امین اینفرنو اون اولش بود حاشیه داشت، همون 1 ماه بعدش 4 سال با امید سیکس قشنگ کامیونیتی ها مدیریت میکردن. از شانس ما که اومدیم توی این کامیونیتی ویدیو گذاشتن و اومدیم، هم اولش خب امید سیکس رفت، بعدش امین اینفرنو رفت. تازه من با امید سیکس به خدا رفیقم داشتم میشدم، اد فرند دادم قبول کرد، باش رفیق شده بودم. خب یعنی قشنگ اگه تو زبونم گرفت هی اذیت میکنید منو، هولم میکنید، بذارید حرف بزنم دیگه دوی جان. من اگه الان امید سیکس بود مطمئن باشید رفیق شده بودیم با هم، ویدیو میذاشتیم، کلی اتفاقای خوب میافتاد. شانس ما دیگه، ولی خب ما آدمیم که خودمون رو تو شرایط وقف میدیم. و عرضم به خدمتتون آره دیگه بودن، هیچ اتفاقی نیفتاد با اینکه سابسکرایباشون بالا بود با حاشیه. مثلا اگه امین با امید حاشیه میذاشت، مثال میزنم، باور کن ویدیوشون 300-400 کی ویو میخورد، ولی این کارو نکردن آقا، چون کامیونیتی سالم بود داشت پیش میرفت. نمیدونم برای چی ول کردن رفتن، سر مردم بود دیگه، مردم خستهشون کردن. خب من الان خودم به شخصه میگم، دیرو مثلا چند روز پیش داشتم کامنت میخوندم، من الان داره دهنم سرویس میشه بچه. یه روز زمیون یه همچین کوالیتی ویدیویی هیچ اصلا نمیخوام بگم، ولی دارم پاره میشم، چون به شماها خب ارزش قائلم، برای کسی که حمایتم میکنه ارزش قائلم داداش. مثلا الان من چند روز پیشا دارم زحمت میکشم، اومدم کامنت بخونم ببینم مردم عشق دادن به من، چیکار کردن، چی میشه، چی اتفاقی داره میفته. اومدم دیدم یارو نوشته که چی نوشته بود، و سلامت میگم، ولش کن آقا ولش کن، الان میدونم داره ویدیومو میبینه. خب الان منم اصلا دلم به خدا، دلم مثل یه گندش که اصلا از دور و بریام بپرسید همه میدونن، دلم نمیاد حتی دل کسی که دلمو شکونده رو بشکنم. خب حتی دل کسی که دلم هم شکونده رو بشکنم. آقا ناراضی از ویدیو، خب بزن برو یه ویدیو دیگر رو ببین، هم منو ناراحت نکن، هم اعصاب خودتو داغون نکن داداش من، عشق من. به خدا برای اولین بار بود اومدم مثلا جواب بدم، جواب طولانی ها، یعنی بی‌عصاب طور جوابشو بدم، ولی خب پشیمون شدم دیگه. گفتم شاید اصلا آشنا در اومده. دیدید خب یه سری آدم های مزخرف هستن، هر کاری ازشون برمیاد. خب مثلا آشنا در اومد با اکانت فیک اومده بود برای من کامنت بذاره که منو فشاری کنه. اصلا مهم نیست آقا، از این مسائل بگذریم، بریم به مسئله خودمون و سنس و این داستانا. اینجا هم دیگه آخرای گیم پلی نه 33 تا 7 تا کیل دیگه مونده دایی جان. تو 10 دقیقه 40 تا کیل تو بلک مارکت. عشق کنید، فقط عشق کنید. انقدر مغزم حاجی درگیره سرویس شدم بچه ها، یعنی اصلا میون بازی کنم میدونی 100 تمرکزم رو بازی نباشه میمیرم. بچه ها سعی کنید همیشه 100 تمرکزتون رو بازی باشه که حداقل 5 دقیقه اومدی بازی داری میکنی عشق کنی، لذت ببری، نه اینکه بیای فقط فشار بخوری. اصلا فکر همه خیالتو بریز بیرون. مثلا من به شخصه میرفتم فوتبال بازی میکردم،
وقتی فوتبال که شروع میشد اصلا تو اون 1 ساعت و نیم 2 ساعت 3 ساعتی که بازی میکردم به هیچی فکر نمیکردم، فقط حواسم به بازی بود. خب توی گیم هم همینطوریه، سعی کنید همین کار رو کنید تا حداقل اون 2-3 ساعت مغزتون آروم باشه. هم خیلی خوبه مغزتون ریکاوری، حالا داداشتون تراپی شده مغزتون، ولی جدی ریکاوری میشه و همه چی ازش پاک میشه تو اون 2-3 ساعت. بعد میتونید بهتر فکر کنید چه کار کنید. خب اگه بخوای از نظر علمی هر جوری فکر کنی همینه دقیقا. اینجا هم دیگه بچه آخرای گیم پلی، امیدوارم که از گیم پلی لذت ببریم. بریم سراغ آموزش. بذارین یه چند تا کیلم بگم بهتون، اینم کیل آخر، ببینید عشق کنید. نگاه این موومنت جدید خودم اختراع کردم، یه جام تق. بریم آقا سراغ آموزش فعلا. خب رسیدیم اصل داستان سنسیتیویتی. بچه‌ها هر چه زودتر بریم سراغ سنس، اصلا معطلش نکنیم. اولین گزینه روتیشن موده که شما میتونید روی 2 تا گزینه بذارید، یکی فیکس اسپیده یکی اسپیده. معمولا تمام یوتیوبرایی که من دیدم روی اسپید بازی میکنن، چون اسپید هم باعث میشه که هم سرعتتون بره بالا هم ایمی قوی شید. ولی اگه فیکس اسپید گذاشتید این یارو رو ببرید بالا، این سنس پایینیش، خب اینو ببرید بالا، بذارید بالا، چون که یه ذره میاره اون سرعتتون رو پایین، و این پایینیه، این سنس پایینیه باعث میشه که سرعتتو ببری بالا. هرچه بیشترش کنی، هرچی هم بیاریش پایین تر، باعث میشه که سرعتت بیاد پایین تر. اسپید هم سرعتت میره بالا هم ایمی قوی میشه، پس بذارید روی اسپید و این سنس پایینیش هم بر اساس همین درستش کنید دیگه. این سنس پایینی مال تکمیل کردن همین گزینه است. خب این بخشو که بگذرونیم، خب گزینه ها، بقیه گزینه ها رو مثل من بذارید دیگه. این بخش رو که رد کنیم میرسیم به بخش اصلی سنسیتیویتی. اولین گزینه استاندارد سنسیتیویتیه که مال اول شخصه. خب مال اول شخصه و اصلا ما کاری بهش نداریم. دومین گزینه رد دات سنسیتیویتیه. خب همینی که دارم تکونش میدم. مال موقعیه که شما یه لحظه به من اجازه بده، رو گانتون ایم انداختی و ایمتو چرا نیفتاد روش، رو گانتون ایم انداختی و داری ایمتو تکون میدی. خب تکون دادن گان موقعی که ایم روشه و ADS کردی، خب الان میشه Red Dot Sensitivity. خب سنس بعدی، بذار بیاین قسمت سنسیتیویتی. سنس بعدی ADS سنسیتیویتیه، مال موقعی که شما ایم رو گانت نیست و فقط داری بدون ایم گانت رو تکون میدی. همین رد داده رو گانت نیست و فقط داری بدون ایم گانت رو تکون میدی ولی تیر نمیزنی ها. بخش اولی، حالا من اینم بهتون توضیح بدم. این بخش اولی میشه مال موقعی که تیر نمیزنی، سنس موقعی که تیر نمیزنی. بخش دومی میشه مال موقعی که تیر میزنی، فایرینگ سنسیتیویتی. فایرینگ هم میشه تیر زدن دیگه، مال موقعی که تیر میزنید. حالا سنس بعدی میشه ترد پرسن سنسیتیویتی که خیلی سنس مهمی هم است. همین سنسه که دارم براتون تکونش میدم، بذار که قشنگ واضح بهتون نشون بدم. میشه مال موقعی که شما دارید صفحتون رو تکون میدید. میبینید صفحه‌مو دارم تکون میدم، میشه مال ترد پرسن سنسیتیویتی که معمولاً برای فلیک شات و اینا خیلی به دردتون میخوره و خیلی سنس مهمی است. ببینید الان همین که من شات زدم میشه ترد پرسن سنسیتیویتی. خب بریم حالا سراغ سنس بعدی. اسنایپ سنسیتیویتی واضحه دیگه، مال موقعی که شما اسنایپ کشیدی و ایم کردی دیگه. اسنایپ سنسیتیویتی که من 48 گذاشتم، بذارید پایین چون رو هد انمی قشنگتر قفل میکنه، این مسیسش بیشتر میشه سنستونه. حالا من کمکم بهتون میکنم. کلا سنسا بذارید روی پایین تر، این مسیستون میره بالاتر. این هم حتما دقت کنید، هرچی بذارید بالاتر سرعتتون میره بالاتر و ایمتون ضعیفتر میشه.
و بذارید معقول که هم سرعت بالا باشه هم ایم قوی باشه. اینا رو که بگذرونیم، اینا همه شد سنس های مهم. خیلی مختصر کوتاه میرسیم به بخش پایینی، فایرینگ سنسیویتی. مثلا برای مثال میگم رد دات سنسیویتی همونه، خب همونه که 2 تا اسنایپ من کشیدم. جوی جان چرا من 2 تا اسنایپ کشیدم؟ بذار همونه، ولی موقع تیر زدن رد دات سنسیویتی موقعی که ایم رو گانتونه و ایمتون رو با تیر تکون میدید. معمولا میذارن روی همینی که بالایی هست، ولی شما میتونید 10 تا پایین تر هم بذارید. مثلا اونا گذاشتی 125، اینو بذاری 115. خب باعث میشه که نمیدونم، من برای من فرق نمیکنه، ولی اکثرا دیدم این کارو میکنن. شاید تاثیر داره، شما این کارو اگه خواستید کنید. میرسیم سنس بعدی ADS سنسیویتی که دقیقا همون قسمت بالایی. خب مال موقعی که ایم کردی و تیر داری میزنی. خب مال موقعی که ایم کردی و داری تیر میزنی. قسمت بعدی میشه third person sensitivity، همینی که دارم تکون میدم. اینم دقیقا همینطور، هیپ فایر با تیر. هیپ فایر با تیر، دیدی؟ فایر با تیر دقیقا مثل قسمت بالایی بذارید اینا. فقط اگه خواستید چیزی رو مثل قسمت بالایی نذارید، همون رد دات سنسیویتی و ADS سنسیویتی 10 تا پایین تر اگه خواستید بذارید. خب بریم قسمت پایینی. اسنایپ سنسیویتی مال موقعی که شما اسنایپ کشیدی و تیر میزنید. خب تیر زدن اسنایپ، این هم دقیقا مثل قسمت بالایی بذارید. حالا یه گزینه هست، خب به اسم این گزینه که دارم تکونش میدم. اینو بذارید همینی که روی بازی هست، ولی من بهتون توضیح میدم. مال موقعی که ایمتون رو بالا پایین میکنید، اضافه کاری های اکتیویژنه، ولی بذارید هم مثل بازی بمونه. اگه هم خواستید مثل من بچینیدش. 25 تا، خب میبینید 90 گذاشتنش من. 25 تا از ردات و ADS تون کمتر بذاریدش، قشنگ روال میشه. این شد کل سنسیویتی، مختصر و کوتاه بهتون توضیح دادم. بقیه‌شون هم که میبینید یا مثل من بذارید یا چیزی که بازی هست بذارید، مهم نیست. مثلا یکی سنس ماشینه، یکی سنس اصلا اضافه کاریه. اینا شد سنس های مهم. خب و دیگه شما بر اساس سیزن عوض شد، بر اساس سیزن خودتون درستش کنید راحت، بر اساس انگشت. حالا تمرینم بخوام بهتون بگم، روی این دارتا که هستن، روی این دارتا شما ایمتون رو بچرخونید و اگه که زودتر رفت سنستون رو بیارید پایین تر و اگه دیرتر رفت سنستون رو ببرید بالاتر. حالا بات هم میتونید بذارید، بات رو بذارید، بیاید تو قسمت بیسیک، ایم اسیست رو خاموش کنید و رو بات هم بچرخونیدش. حالا بات هم اگه خواستید بذارید سر موومنت و همین کار رو هی کنید تا سنس بیاد دستتون. بعد که حرفه‌ای شدید دیگه با شاتگان این چیزا باید تمرین کنید بچه، زیاد هم باید تمرین کنید تا سنستون بیاد دستتون. 3-4 روز تمرین کنید، بعد 3-4 روز دیگه برید مپ پاره کنید. این شد داستان کل سنسیویتی. سعی میکنم هر سیزن براتون بذارم، آپدیتش کنم، لذتش رو ببرید. لایک رو حتما بکوبونید، جهت حمایت از محتوای سالم لایک رو حتما بکوبونید. خیلی عشقید دیگه، حمایت هم میسپارم به خودتون. خیلی عشقید، حرف دیگه ای نمیمونه. خیلی عشقید، خیلی دوستتون دارم. تا یه ویدیو دیگه، بدرود.